به نام خدا، با آموزش نرم افزار تجزیه و تحلیل در خدمت شما هستیم. محیط نرم افزار خیلی ساده و کاربردی است. در قسمت اول پایه رو شما مشخص کنید. فرض کنیم ما میخوایم پایه 10 رو تجزیه تحلیل کنیم. نام کلاس رو 102 مثلا. اینجا میتونید نوع نمره رو مشخص کنید، مستمر اول یا مستمر دوم مثلا فرض کنیم. اینجا هم نیمه دوم یا پایانی دوم، هر کدوم که شما صلاح دیدید انجام میدید. خب میریم قسمت بعدی که باید انجام بدیم. ما در این قسمت باید ورود اطلاعات رو داشته باشیم، یعنی باید بیام در قسمت مستمر دوم نمرات رو وارد کنیم و همچنین در قسمت پایانی. اولین کاری که باید انجام بدیم وارد سیدا میشیم، سیدای مدیر. در عملیات ضمن سال لیست کلاس وارد لیست ماتریسی میشیم. کلاس مورد نظر که برای ما کلاس 102 بود انتخاب میکنیم. خب ما میخوایم مستمر دوم بود انتخاب میکنیم و نکته مهم در اینجا اینه که از روی کیبورد کنترل آ و کنترل سی رو میزنیم، هیچ جا کلیک نمی کنیم، وارد نرم افزار میشیم. مستمر دوم بود. دکمه دریافت از سیدا رو که بزنیم، تمام اطلاعاتی که از سیدا داشتیم وارد نرم افزار ما میشه به این شکل و در اختیار شما قرار میگیره. همین کار رو باید برای نمرات پایانی دوم هم انجام بدیم که من دوباره انجامش میدم. برمیگردیم به سیدا. خب مستمر دوم آوردیم، حالا میایم سراغ پایانی دوم. لیست رو انتخاب میکنیم، از روی کیبورد کنترل آ کنترل سی، جای دیگه کلیک نمی کنیم، وارد نرم افزار میشیم. پایانی دوم و اینجا میایم قسمت دریافت از سیدا رو میزنیم تا اطلاعات بعد از چند لحظه وارد نرم افزار بشن و در اختیار شما قرار بگیرن. بازگشت رو که بزنیم، حالا کار ما در اینجا تمومه. میایم نمودار درصد قبولی در اختیار ما هست. نمودار میانگین معدل کلاس باز هم در اختیار ما هست، آماده شده. بازگشت که بزنیم رتبه بندی دانش آموزان رو داریم. کل دانش آموزان کلاس رو رتبه بندی دقیق انجام میده و از همه مهمتر برای مدیر جدول تجزیه و تحلیله که کل کلاس رو برای شما تجزیه و تحلیل میکنه. نام کلاس رو میاره، تعداد کل دانش آموزا، تعداد قبول شده های هر درس، تعداد تجدیدی، درصد قبولی، معدل درس و رتبه های درس رو مشخص میکنه. الان رتبه تربیت بدنی در این کلاس یک، یعنی چون معدل کلاس شده 20. آخرین رتبه مثلا فرض کنیم الان ما بخوایم حساب کنیم 11 درس فیزیک. همچنین دو تا عدد بسیار کاربردی هستند. کل کلاس 96 و 67% قبولی داره و میانگین معدل کل کلاس 17 و 75. با آرزوی سلامت برای شما همکاران عزیز.